توی ایران باید حتما این توحش رو با خودش حمل کنه. جدای این توحش از سرمایه‌داری یه پروسه دیگه است که این بحث دیگه است که حتما جمهوری اسلامی توی مسیر قدم برداشته. جدا از این مسئله که خود جمهوری اسلامی سنگسار، اعدام جوانان، حتی جوانای زیر 18 سال، حتی حرمت اونا، آویزون کردن آفتاب تو انظار عمومی به خاطر اینکه اومدن یه صدای موزیک رو بلند کرده، یه جایی یه پارتی خصوصی داشته، جدا از تمام اینا کلا جوونا به یه طریق دیگه هم تحت فشار و دارن به طور بی صدایی تمام مواد مخدر، نمیدونم خیلی مسائلی که حتی قرص های اکس اینا مصرف میکنن. کلا در همچین جوات این حالتی آیا به نظر شما خود جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده یا کلا اصلا جوونا به یه نقطه ای از بی‌هویتی، از یه نقطه ای به اصلا عدم آزادی حیوان شده که این مسبب این کار هستش؟ در اینجا چرا جوونا میان و وارد این فاز از نوع زندگی میشن؟ ببینید در کل فکر میکنم که شما اگه یه جامعه رو محدود بکنین، در کل برمیگرده به درجه احساس خوشبختی انسان تو اون جامعه. جوان چقدر احساس میکنه که خوشبختی تو جامعه ایران؟ چقدر احساس میکنه که خلاقیتش رو به کار میندازه؟ چقدر احساس میکنه که تأمین زندگیش تأمین تو آینده؟ چقدر احساس میکنه که حرمتش رو میتونه حفظ کنه؟ اینا برمیگرده به این درجه از توقع تو زندگی. به نظر من اینا نیست تو ایران. شما اگه کسی رو محدود کنید توی یه چارچوب اینجوری، حتما دست میزنه به خودزنی، حتما خودش رو میزنه، حتما به اعتیاد رو میاره، حتما تخریب درونی خودش کشیده میشه. در نتیجه جوان این بلا رو سر جامعه ایران آوردن که متاسفانه حتی بعد از اینکه این موج این که مثلا آمریکا میاد میزنه میبره، یا جمهوری اسلامی با این قدرت با این حربه میتونه کنار بره، این موج فروکش کرده و جمهوری اسلامی دست بالا رو پیدا کرده. به نظر من تو این دوره روبروی مردم حتی تو داخل ایران دست بالا رو پیدا کرده، میتونه جوانو میگیره، ارعاب میکنه، بعد سرکوب میکنه. اینکه مردم نمیتونن متشکل بشن، اینکه جوانان نمیتونن متشکل بشن حقوق خودشون بگیرن، به خاطر اینکه هنوز یه آلترناتیو، یه پرچمی که خوشبختانه به نظرم تو دانشگاه شروع شد، این مسئله دستگیری دانشجو سر خواسته آزادی‌خواهی و برابری طلبی، این هنوز نتونسته خیلی کلیر و روشن توی جامعه بازتاب پیدا کنه و انعکاس داشته باشه. موقعی که شما اینو نداری، این آلترناتیو نداری، جوان پخش و پلا میشه و جوان حتما زیر ضرب و شتم جمهوری اسلامی قرار میگیره. در نتیجه باید من فکر میکنم که این جنبش الان بالاخره این حرکت شروع شده از دانشگاه، این حرکت آزادی‌خواهی، پرچم آزادی‌خواهی و برابری طلبی، باید به این حرکت پیوست، باید سر این محلات رو تسخیر کرد، سر این باید توی محلات قدرت رو گرفت، سر این باید هر جوانی رو که فکر میکنی که رژیم میخواد اینو بگیره یا اینو کتک بزنه، سر این باید ریخت، اینا رو نذاشت این کارو بکنن. واقعا فکر میکنی در همچین اوضاع و در همچین موقعیتی که حالا جوونا دارن با توجه به تمام خشونت هایی که جمهوری اسلامی نسبت به اینا میکنه، با توجه به مصرف مواد مخدر، نمیدونم و همه اینا، فکر میکنی که همچین فوجی وجود داره که جوونا بتونن با هم دیگه متحد بشن تا بتونن بالاخره به این نتیجه برسن و این تفکر بهشون اصلا به این فکر بکنن که امروز دیگه میتونن اونا هم در مقابل تمام خشونت های جمهوری اسلامی وایسن؟ حتما. من فکر میکنم خواستن توانستن. من فکر میکنم باید شما راه چاره نشون بدین. من فکر میکنم باید آلترناتیو بذارین جلو. باید ببین که این راهشه، این راهی که شما میری اینجوری نیست. اگه تو از سر ناچاری میری معتاد میشی، راهش اینه که اگه خلاص بشی از این وضعیت باید بیای توی این کمپ، به این کمپ بپیوندی، به جنبش آزادخواهی بپیوندی، به جنبش برابری طلبی بپیوندی، به این حرکت بپیوندی. ما از اولش هم گفتیم که این وضعیت اینجوری نیست. آمریکا نمیزنه، مردم ایران این وضعیت میخوابه. یه نوع بی افقی، بی امیدی تو جامعه ایران دوباره سر بلند میکنه، مردم دوباره به فقر و فلاکت کشیده میشن، جوونا به اعتیاد کشیده میشن، میزنن جامعه رو، میزنن آزادی اجتماعی رو میزنن، دست بالا دوباره پیدا میکنه جمهوری اسلامی. راهش اینه که بیای متحد بشی، تو ملت متحد بشی، تو ملت قدرت رو بگیری، تو ملت گنگ درست کنی. گنگ به اون تعبیر منفیش نه، به تعبیر مثبتش میگم، گنگ آزادی خواهی برابری طلبی درست کنی. نظری اسلامی موی دماغ جوان بشن تو اون جامعه، موی دماغ زن بشن تو اون جامعه. اینا رو باید درست کنی. اینا نقطه امیده. به نظر من نقطه امید اینه که شما بتونید کار رو بکنی. محلت رو باید بگیری، قدرت محلت، جای سکونت تو، جای آرامش تو، جایی که از سر کار میای خونه.
جایی که میخوای تو محلت دیگه مزاحمت مذهبی، مزاحمت ناسیونالیستی، مزاحمت نژادی نباشه. اونجا باید تو دست جوونا باشه. هژمونی جوونا باید اینجا برقرار بشه. خب ما چیزایی که میگین درست، ولی در کل بازم من برمیگردم به همون سوالی که یه چند لحظه پیش مطرح کردم. اینا در همچین جو و در همچین شرایط و در همچین اوضاع و احوالی اصلا خاص جوانه چی باشه؟ مشخصا خاص جوانا در چه موردی چه خواسته اینا امروز باید مطرح بکنن؟ ببینید بس بر سر خواسته ها حتما خواسته ها زیاده، ولی یه قضیه خیلی مهمه که هر جوانی باید تو این دوره از خودش یه سوال بپرسه. اونم اینه که میخواد چه چیزی رو واسه نسل آینده خودش به ارمغان بیاره. تمام به نظر تمام روح تاریخ در جواب دادن به این پرسشه. شما چی میخوای واسه نسل آینده بیاری و خودت ازش خلاص بشی و خودت هم زندگی کنی توش؟ این یه سوالی که باید حتما بهش جواب داده بشه که من فکر می‌کنم مشکل اصلی خود جمهوری اسلامیه که باید از سر و کنار بره. جامعه جهان ایران به دخالتگری سیاسی، به یه دخالتگری خیلی سیاسی برای به هم ریختن قدر قدرتی حکومت احتیاج داره که باید این کارو به نظر من حتما انجام. وظیفه کمونیست‌ها یا حزب کمونیستی اینه که یه الگویی به دست بدن، بالاخره یه کاری بکنن که مردم در یه مقیاس توده‌ای، در یه مقیاس وسیعی به میدون بیان و به صف آزادی‌خواهی و برابری طلبی بپیوندن. خواسته چی میتونه باشه؟ خواسته میتونه از خلاصی فرهنگی که شروع بشه، از نبود از برداشتن آپارتاید جنسی شروع بشه، از اینکه اعدام نمیخوایم، از اینکه جنگ که بالاخره پدیده که بالاخره این دوره خوابیده به صورتی، از اینکه بالاخره آزادی بیان میخوایم روزنامه‌های دقیق خودمون رو بخونیم، میخوایم موزیک خودمون رو گوش بدیم، میخوایم یه نوع تمدن اروپایی به خودمون بگیریم که این خواسته همیشه به درازای طول جمهوری اسلامی تا الان همیشه بوده. با اگه بیام فکر کنیم خود برداشتن حجاب از سر زنان به معنای نابودی جمهوری اسلامی است. من از این نقطه دارم شروع میکنم و وقتی ما در مورد حجاب داریم صحبت میکنیم تو دانشگاه ها و زنان که نصف جامعه ان مجبورن که حجاب درشون بکنن. حتی اگه بیام از دخترای جوان ما شروع بکنیم، اولین اقدامی که میکنن مثلا امروز انسان تا حدی حرمتش اومده پایین، آزادی انقدر بی معنا شده در ایران که دخترانی که حتی دو تا موشون بیرونه احساس آزادی میکنن، میگه من رفتم بیرون و دو تا از موهام بیرون بود و کسی نتونست که بیاد اون چیز بکنه، من رو دستگیر بکنه یا ضرب شتم بکنه یا همه اینا. با توجه به همه اینا، با توجه به کل اینا که داریم به این صحبت، بالاخره هر حرکتی که امروز جوانان مدرن میخوان انجام بدن به معنای تعرض و نابودی جمهوری اسلامی هست. در این راستا خود جمهوری اسلامی میاد و در مقابل کوچکترین حرکت این جوانان قد علم میکنه. همچی گفتم دانشجوها رو زندانی میکنه، دخترها رو زندانی میکنه، حتی بچه‌ها رو زندانی میکنه. در همچین حال و اوضاعی که بیایم برگردیم به خود موضوع،